به کانال شنیدن و رشد کردن خوش آمدید. جوان عصبی شده بود. دستانش لرزیدند و پیرزن که متوجه این تغییر شد، دید که او سریعاً دستهایش را عقب کشید. پشیمان از آمدن به آن خانه، گفت من برای کفبینی اینجا نیستم. به این فکر افتاد که شاید بهتر باشد حق مشاوره را بپردازد و بدون اینکه چیزی بفهمد، از آنجا بره. احساس می‌کرد بیش از حد به یک رویا اهمیت داده است. پیرزن لبخندی زد و پاسخ داد: تو برای تعبیر اینجا هستی و رویا زبان خداوند است. اگر خداوند به زبان دنیا سخن بگوید، میتوانم کلامش را تعبیر کنم. اما اگر به زبان تو سخن بگوید، تنها خودت قادر به درک آن خواهی بود. به هر حال، من حق مشاوره را میگیرم. پسرک با خود اندیشید و تصمیم گرفت خطر کند. یک چوپان همیشه با خطر گرگ‌ها و خشکسالی روبروست و همین خطرات است که چوپانی را هیجان انگیز می‌کند. نفس عمیقی کشید و گفت: 2 شب یک رویا دیدم. خواب دیدم که در چراگاه با گوسفندهایم هستم. ناگهان کودکی ظاهر شد و شروع کرد به بازی با آنها. از بیگانگان خوشم نمی‌آید، چون گوسفندها از آنها می‌ترسند. اما کودکان می‌توانند بدون ترساندنشان لمسشان کنند. نمی‌دانم چرا، اما انگار حیوانات سن و سال آدم‌ها را تشخیص می‌دهند. پیرزن مدتی ساکت ماند. سپس دوباره دست‌های جوان را گرفت و با دقت بررسی کرد. بعد گفت: نمی‌خواهم اکنون چیزی بپردازی. اما اگر روزی گنج را پیدا کردی، 1 دهم را می‌خواهم. مرد جوان لبخند زد. از اینکه مجبور نبود پولی بدهد، خوشحال شد. چطور می‌توانست برای یک رویا، آن هم درباره گنجی پنهان، هزینه کند؟ پیرزن نگاهش کرد و ادامه داد: اما اول قسم بخور. قول بده که 1 دهم را به من می‌دهی. جوان سوگند خورد. پیرزن از او خواست به تمثال قلب مقدس عیسی نگاه کند و سوگندش را تکرار نماید. گفت: رویایت به زبان دنیاست، پس می‌توانم آن را تعبیر کنم. تعبیرش ساده نیست، برای همین است که فکر می‌کنم سهم خودم را از آنچه پیدا می‌کنی طلب کنم. باید به اهرام مصر بروی. هرگز درباره آنها چیزی نشنیدم، اما اگر کودکی در رویا آن را به تو نشان داده باشد، یعنی که حقیقت دارد. آنجا چیزی خواهی یافت که تو را ثروتمند خواهد کرد. جوان برآشفت. لازم نبود برای شنیدن چنین حرفی به سراغ این پیرزن بیاید. اما بعد به یاد آورد که حداقل مجبور نبود پولی پرداخت کند. با لحنی ناامید گفت: برای شنیدن همین حرف وقت را هدر دادم. پیرزن لبخند زد و گفت: برای همین گفتم که رویای دشواری است. مسائل ساده همیشه پیچیده‌تر از آن چیزی هستند که به نظر می‌رسند. پیرزن لبخندی زد و گفت: غیر عادی‌ترین مسائل همیشه ساده به نظر می‌رسند، اما تنها فرزانگان قادر به دیدنشان هستند. حالا که من یک فرزانه نیستم، باید هنرهای دیگری بلد باشم، مثل کفبینی. جوان پرسید: و چطور باید به مصر برسم؟ پیرزن پاسخ داد: من فقط رویا را تعبیر می‌کنم، نمی‌دانم چگونه باید آن را به واقعیت تبدیل کنی. سپس با لحنی تلخ افسود: به همین دلیل باید زندگیم را با آنچه دخترهایم به من می‌دهند بگذرانم. پسر جوان با تردید گفت: و اگر نتوانم به مصر برسم؟ پیرزن با خونسردی پاسخ داد: خب، در آن صورت من هم به سهم نمی‌رسم. این اولین بار نیست که چنین اتفاقی می‌افتد. سپس دیگر چیزی نگفت و از پسر خواست که آنجا را ترک کند. وقتش را بیش از اندازه گرفته بود. مرد جوان با ناامیدی خانه پیرزن را ترک کرد و در دل تصمیم گرفت دیگر هیچ رویایی را باور نکند. به یاد آورد که کارهای مهمتری دارد. به یک فروشگاه رفت، کمی غذا خرید و کتابش را با نسخه دیگر عوض کرد. سپس روی نیمکتی در میدان شهر نشست و از نوشیدنی که خریده بود، لذت برد. هوا گرم بود، اما به طرز عجیبی، نوشیدنی بدنش را سرحال می‌کرد. گوسفندها پیش یکی از دوستان در نزدیکی دروازه شهر بودند. او افراد زیادی را در این حوالی می‌شناخت و همین باعث شده بود که سفر کردن را دوست داشته باشد. در سفر همواره دوستان تازه پیدا می‌کرد، بدون آنکه مجبور باشد همیشه کنارشان بماند. اگر آدم همیشه با همان افراد بماند، زندگیش بخشی از زندگی آنها می‌شود. آنها هم زندگیش را تغییر دهند. و اگر طبق انتظارشان رفتار نکنی، انتقاد می‌کنند. چون هر کسی فکر می‌کند دقیقاً می‌داند که دیگران باید چگونه زندگی کنند. اما هیچ کس نمی‌داند چگونه باید زندگی خودش را بسازد. پسر لبخندی زد. مثل همون زن که خودش هم نمی‌دانست چگونه رویاهایش را به واقعیت تبدیل کند.
تصمیم گرفت کمی صبر کند تا خورشید پایین‌تر بیاید. تنها 3 روز دیگر تا دیدار مجدد با دختر بازرگان باقی مانده بود.